خیانت چیه و از نظر روانشناسی یک رفتار چه ویژگی هایی داشته باشه خیانت تلقی میشه؟ در واقع این ویدیو بیشتر از این که درباره این باشه که خیانت چیه، درباره اینه که بفهمیم چی میشه که یک رفتار خیانت آمیز تلقی میشه و چی میشه که خیلی از افراد رفتار خودشون رو خیانت آمیز تلقی نمی کنن. لذا اگر صرفاً به دنبال این هستین که بفهمین ویژگی های رفتار خیانت آمیز چی هست، میتونید به 1-2 دقیقه پایانی این ویدیو مراجعه بکنید. اما اگر دوست دارید بفهمید علت این که اون موارد رو به عنوان خیانت تلقی میکنیم چی هست و تبیینی که براش وجود داره چی هست، در این ویدیو با من همراه باشید. شاید لازم باشه از کمی عقب‌تر شروع بکنیم، از این که فرض اولیه هر رابطه‌ای چیست. به نظر میاد یکی از مهمترین فرض‌های اولیه هر رابطه‌ای امنیت باشه و ما به رابطه مراجعه میکنیم، به سراغ رابطه میریم تا امنیتی پیدا کنیم، تا صمیمیتی بسازیم، تا مراقبتی بشیم و مراقبتی بکنیم. اما به طرز جالبی مشکل از همینجا شروع میشه، از همینجا که تعریف آدم‌های مختلف به خاطر گذشته‌های گوناگونی که داشتند از امنیت متفاوته. مسئله اصلی که میتونه توصیف کننده تعریف و تبیین خیانت باشه، تعریف امنیت در روان اون فرد و مرزهای روانشناختی در روان اون فرد. فردی رو تصور بکنید که از گذشته‌های دور امنیت رو اینطور در رابطه عاطفی تجربه کرده که والد و مراقب اولیش در دسترس نبوده. لذا آن چیز که به عنوان امنیت عاطفی بیشتر با او آشناست، نه درسته، اینه که فرد مورد نظر خیلی در دسترس نباشه. فردی رو تصور بکنید که مراقب اولیه او مرزهای زیادی برای او قائل نمی شده. افرادی رو میشناسیم یا شاید خودمون اینطور بودیم که درها در خانواده ما دائما باید باز می بود. هر کسی سرزده میتونست وارد فضای دیگری و در واقع وارد فضای روانی دیگری بشه. و یا خانواده هایی رو فرض کنید که درهاشون همیشه به روی هم بسته است، چه درهای خانهشون و اتاقهاشون، چه درهای شنیدن و گفتنشون. ببینید چطور مرزهای روانشناختی میتونن برای آدمهای مختلف متفاوت تعریف بشن. یه مقدار بریم یک جای دیگر رو بحث کنیم. سوال میکنن که همسرم از من خواسته که ما رابطه 3 نفره داشته باشیم و به نظر اون دیگه این چیزها قدیمی شده که 2 نفر صرفاً با هم رابطه داشته باشن. اینجا در مورد این صحبت نمی کنیم که چی درسته و چی غلطه. اینجا در مورد این حرف میزنیم که چه چیزی رو به وجود میاره. فرض کنید مهمانی وارد خانه شما شده و وقتی که شما مشغول انجام کارهایی هستید، ناگهان او رو در حالتی میابید که در اتاق شخصی شما در حال جستجو کردن بخش‌های شخصی مسائل شخصی شماست. ممکنه شما ناراحت بشید و اینکه شما به چه میزان ناراحت بشید احتمالاً بستگی به شما داره. به او میگید که چرا این کار رو کردی؟ من ناراحت شدم. بعد به اون میگه که حالا اینقدر ناراحتی نداره. اگر به من میگفتی که دوست نداری من بیام توی این اتاق، خب منم نمی اومدم. در اتاق پیش بود و بسته نبود، منم فکر کردم میتونم بیام. اونجاست که شما به خودتون میگید و یا به اون طرف مقابل که من باید به تو میگفتم که تو وارد این اتاق نشی. و بعد حتی این جمله هم که به او میگید، او به شما میگه که خب حالا چه اشکالی داره، الان میرم بیرون.
و بعد شما متوجه میشید انقدر تفاوت وجود داره در تعریف روانی و عاطفی مرزها بین شما و اون فرد که اون اصلا خیلی متوجه میزان ناراحتی شما و دلیل میزان ناراحتی شما نشد. در واقع از اینجا میتونیم بفهمیم که تعریف مرزها در روان افراد مختلف نه صرفاً یک موضوع منطقی قابل توضیح، بلکه تابعی از رشد روانشناختی آدم هاست. چیزی که فروید بیش از همه و بیشتر از باقی روانکاوان در حوزه مفهوم اودیپ و عقده اودیپ مطرح میکنه، اینکه کودک تا 5 سالگی باید بفهمه که جایگاه مادر کجاست، جایگاه پدر کجاست و جایگاه خودش نسبت به اونها کجاست و کم کم باید بفهمه جدا زندگی بکنه، جدا بخوابه، وارد اتاق والدینش نشه، این مادر چقدر متعلق به اون پدره، اون پدر و اون مادر چه روابط مجزا و خصوصی دارن و این آرام آرام باید متوجه بشه که در اون فضا تا چه اندازه میتونه راه داشته باشه و تا چه اندازه راه نداره و مباحث متعلقه ای که در این مجال نمی گنجه. لذا خواستم با این مثال توضیح بدم که چطور مرزهای روانی یک موضوع منطقی قابل توضیح و درس دادن به آدم ها نیست، بلکه تابعی است از میزان رشد یافتگی و پختگی روانشناختی آدم ها. عذر میخوام. امنیت هم همینطوره، تعریف امنیت هم همینطوره. یک فردی ممکنه به خاطر اینکه در گذشته بسیار تنبیه شده ناخودآگاه میزان متوسط امنیت براش تغییر کرده باشه تا تو ذهنش و اینکه کسی او رو اذیت نمیکنه و کتک نمیزنه خودش امنیت به حساب بیاد و این ممکنه در روان او به طرز عجیبی معکوس شده باشه و احساس کنه اگر بتونه تسلط داشته باشه بر کسی اون وقت امنه. اون وقت بعداً ممکنه متوجه بشه اون تسلط داشتنه به میزانی در واقع به آزار دادن تبدیل شده. یعنی اگر من بتونم دامیننت و مسلط باشم بر دیگری، یعنی که میزانی میتونم بهش زور بگم. اینطوری میشه که میبینیم در بعضی از موارد فردی در حد زیادی آزارگره و فردی در حد زیادی آزار شونده و در ظاهر هر دو از این رابطه راضی هن. اینطور میشه که روابط سادومازوخیستی برای خیلی ها عادیه. در واقع اونطوری که موریبوئن میگه آدم ها وارد رابطه با فردی با میزان تمایز یافتگی روانشناختی مشابه خودشون میشن. در واقع ما در زوج درمانی میبینیم که چطور افراد مختلف وارد رابطه با فردی میشن که نه تنها سطح مشکلات و پختگی روانشناختیش مشابه خودشه، بلکه مسائلی مکمل خودش داره. مثلا اگر او میزانی آزارگرتره نسبت به میزان نرمال، طرف مقابل میزانی آزارشونده تره نسبت به میزان نرمال. در واقع اونها نسبت به گذشتهشون میانگین امنیت جابجا شده و تبدیل شده به این که هر کسی امنیت در گذشتهش چطور در روان شکل گرفته و ناهوشیار تثبیت شده و اینکه هر کسی چطور مرزهای روانشناختی شکل گرفته تعیین میکنه که چقدر یک رفتاری رو خارج از خانواده تلقی بکنه و اون رو خیانت‌آمیز تلقی بکنه یا نه. به نظر میاد تعریفی که غالب زوج درمانگران برای خیانت قائلاً این هست که رفتار و احساسی که باید اختصاصاً ما به همسرمون بروز بدیم به صورت مخفیانه به فرد دیگری ابراز بشه، طوری که همسرمون هم اگر متوجه بشه از اون ناراحت بشه. این چند فاکتور و این چند مورد باید لحاظ بشه. موردی که مخصوص همسره، با کس دیگه‌ای داره مطرح میشه و مخفیانه است،
و اگر همسر بفهمه ناراحت میشه. اما چرا این تعریف میتونه چالش برانگیز بشه و برای خیلیا کار نکنه؟ با توجه به چیزهایی که قبلتر با هم دیگه مرور کردیم میشه به این سوال پاسخ داد. به خاطر اینکه ممکنه هر دو نفری که وارد رابطه با هم شدن تعریفشون از امنیت و تعریفشون و رشدشون از مرزهای روانشناختی طوریه که حتی ممکنه عیان جلوی همدیگه با دیگری شکلی از روابط عاطفی رو برقرار بکنن و بگن قایمکی نبود، و یا حتی طرف مقابل به خاطر شکلی از امنیت که برای او تعریف شده و مرزهایی که شکل گرفته و یا حتی سود ثانویه‌ای که براش داشته باشه خیلی هم ناراحت نشه از اینکه همسرش رفتارها و ارتباطات خاصی با فرد دیگه ای داره. مثلا یکی از سودهای ثانویه‌اش اینه که خودش هم دارد چون این روابطی برقرار میکنه. این چنین میشه که آدم‌ها وارد رابطه با فردی میشن که مشکلات روانشناختیشون تا حد زیادی اونجا نرمالایز شده است. گرچه ممکنه مشکلات و قرولون‌های پیش بیاد، اما بخش زیادی از انحراف‌های رفتاری، اخلاقی، جنسی و مرزها و تعریف امنیت اونها اونجا نرمالایز شده، اونجا هم همین تعریفو داره. این میشه که شما میبینید یک نفر سالها در رابطه‌ای که توش داره بهش خیانت میشه میمونه، شکایت میکنه، عصبی میشه، تا مرز جدایی میره، اما باز هم میمونه. احتمالاً اینجا میتونیم پیش بینی بکنیم که خود اون فرد هم تا حد زیادی مرزهای روانیش اونقدر دقیق شکل نگرفته که این وارد اتاق شدنه، این وارد فضای شخصی شدنه به اندازه کافی براش مرز شکنانه به نظر بیاد. به خاطر همین بود که گفتم این که کسی که وارد اتاق شما میشه شما چقدر ناراحت میشید بستگی به شما داره. این که اون فرد چقدر میفهمه که نباید وارد اتاق بشه بستگی به اون فرد و گذشتش و تاریخچش داره، و اینکه شما چقدر حاضرید در اتاقتون رو ببندید، نیمه باز نگه دارید، باز بذارید، این هم به شما بستگی داره. خیانت چیزیه که فرد به فرد تعریفش دچار مصالحه و تغییر میشه تا فرد بتونه بخش‌های ناسالم روان خودش رو از اون جایی که میخواد ارضا بکنه. و به طرز عجیبی آدم‌ها دنبال شخصی هم میرن و وارد رابطه میشن که مرزها و تعریف امنیتشون حتی به صورت ناسالم با او تعریف مکمل و یا مشابهی داشته باشه. امیدوارم که حوصلتون سر نرفته باشه و این ویدیو براتون کارآمد بوده باشه.